بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز شبکه ورزش سیما از شهر اصفهان، شهر علم و فرهنگ. اینجا ورزشگاه شهید عبدالله میثمی و بنده مهدی کیانی به همراه همکاران عزیزم از صدا و سیمای مرکز اصفهان از طریق شبکه ورزش سیما دیدار بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و قرمزپوشان گیتی پسند رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. جا داره در ابتدای گزارشم حادثه حمله تروریستی به زائرین حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی در شهر شیراز رو که به شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون در این شهر منجر شد رو تسلیت بگم خدمت شما. بر همین مناسبت هفته پنجم لیگ برتر هندبال ایران از طرف فدراسیون هندبال به نام گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ نامگذاری شد. در این دیدار طلایه‌پوشان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که صدرنشین رقابت‌ها تا پیش از این دیدار هستند در مقابل قرمزپوشان با قضاوت کوبل داوری از استان کرمان در صحنه ملاحظه می‌فرمایید که محمد جواد ساعدی به همراه مصطفی پاک عقیده از استان کرمان قضاوت دیدار رو به عهده خواهند داشت. طلایه‌پوشان رو ملاحظه کردید و این هم چهره حسین حیدریان. حتما استحضار دارید که حسین و علی حیدریان دو قلوهای ارومیه‌ای تیم گیتی پسند در تیم ملی هندبالسازی نوجوانان ایران در بهار 1401 به همراه مربی تیم مقابل یعنی دکتر مهدی قشقایی را در جزیره کرت یونان اولین مدال جهانی هندبال ایران رو کسب کردند و مدال برنز جهانی برای هندبال ایران توسط این دو قلوی ارومیه‌ای هندبال ایران که در تیم گیتی پسند بازی می‌کنند کسب شد. تا لحظات دیگه بازی رو خدمت شما عزیزان گزارش خواهیم کرد. پیش از شروع این دیدار که یک مراسمی بازیکنان دو تیم در محل یادبود شهدای حادثه تروریستی حرم احمد ابن موسی با اهدای شاخ گل با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی کردند. بازی با سوت آقای محمد جواد ساعدی آغاز میشه. از این لحظه قرمزپوشان گیتی پسند رو در سمت راست و طلایه‌پوشان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که میزبان این دیدار هستند رو در سمت چپ ملاحظه خواهید کرد. ترکیب ابتدایی تیم فولاد مبارکه سپاهان محمد سیاوشی است که در درون دروازه قرار گرفته، شهاب صادقزاده، مجتبی ایدرپور، افشین صادقی، عادل اسدی، وحید مسعودی و محمد کیانی هستند. در این سمت هم شریفی بازی رو آغاز میکنه. برخلاف تصور بازی با گل حمیدرضا تاجیک برای گیتی پسند آغاز میشه. یه شلیک سنگین از وحید مسعودی، جواد صادقی در درون دروازه گیتی پسند، ضد حمله برای بازیکنان گیتی پسند و گل دوم برای قرمزپوشان گیتی پسند. تصورش رو نمی‌کردن طلایه‌پوشان که در دقیقه نخست در حالی که حدود 50 ثانیه از بازی رو پشت سر گذاشتیم 2-0 عقب بیفتن از تیم گیتی پسند شاگردان کیوان صادقی. گل دوم رو عارف رفعت‌نیا بود که به ثمر رسوند. سرمربی تیم گیتی پسند کیوان صادقی و سرمربی تیم فولاد مبارکه مجید رحیمی زاده است. هر دو از بازیکنان خوشنام سالهای نشاندان دور هندبال ایران هستند. موقعیت حمله با افشین صادقی، یه شلیک و واکنش جواد صادقی. چهره افشین صادقی رو ملاحظه کردید. ضد حمله برای شریفی با علی حیدریان، پاس میده به علیرضا دادوند، موفق نمیشه که این چهره یعنی علی حیدریان پاس سالمی رو به علیرضا دادوند برسه. بازیکن فصل گذشته تیم صنعت مس کرمان همین چهره که در مقابل همشهری خودش قرار گرفته افشین صادقی. در این دیدار تقابل‌های جالبی رو شاهد خواهیم بود که البته کیارش و کامیار میتونستن در مقابل هم قرار بگیرن که بازیکن تیم سپاهان مصدوم هست. در این دیدار اعلام خطا میشه بر روی حمیدرضا تاجیک از طرف مجتبی هیدرپور. دست به جیب میشه آقای محمد جواد ساعدی کاپیتان تیم ملی کشور. اون مجتبی هیدرپور رو با کارت زرد جریمه میکنه. 2 دقیقه و 10 ثانیه از نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار 2-0 برتری و بازیکنان قرمزپوش تیم گیتی پسند. یه شلیک سنگین از بغل راست تیم گیتی پسند حمیدرضا تاجیک
که با واکنش گلر تیم ملی کشورمون محمد سیاوشی همراه بود. موقعیت حمله با بازیکنان فولاد، بغل راست تیم سپاهان وحید مسعودی حساب کار رو 2-1 میکنه. ضد حمله برای بازیکنان تیم گیتی پسند، رفعت‌نیا توپ رو لو میده. ضد حمله با افشین صادقی، در اون سمت شهاب صادق زاده بازی رو به تساوی میکشونه. بازیکن آذری تیم فولاد مبارکه سپاهان. حتما استحضار دارید این بازیکن بعد از جدا شدن از زغال سنگ طبس به لیگ عمان برای رقابت‌های قهرمانی آسیا اضافه شد و بعد از اون راهی اصفهان و تیم فولاد مبارکه سپاهان شد. حمیدرضا تاجیک با مهدی شریفی بازیکن فصل گذشته تیم ذوب‌آهن، پخش تیم گیتی پسند است در این دیدار. آقای کیوان صادقی سابقه هدایت تیم ذوب‌آهن رو در کارنامه داره. سعی داشت با یک شوت زیر مهدی شریفی دروازه محمد سیاوشی رو باز کنه که موفق نمیشه. تو به سرپنجه وحید مسعودی برخورد کرد و به بیرون رفت. آقای مصطفی پاک عقیده اعلام میکنه که مالکیت تو در اختیار بازیکنان گیتی پسند خواهد بود. خود مهدی شریفی با تاجیک یه گل فوق العاده جا میذاره. دفاعه های تیم سپاهان باعث میشه این گونه محمد سیاوشی ناراحت باشه از عملکرد دفاع که در این سمت جبران میکنن بازیکنان فولاد مبارکه سپاهان. چه بازی شده این بازی، به نظر میرسید پیش از این بازی کارشناسان اذعان داشتن که برتری مطلق با فولاد مبارکه سپاهان هست که چهره عادل اسدی رو ملاحظه میکنید. عرض میکردم حساب کار 3-3 کمتر هوادار تیم سپاهان به این نتیجه قانع هست در دقایق نخست. حساب کار 3-3 در حالی که 4 دقیقه و 20 ثانیه از نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. رفعت‌نیا با مهدی شریفی کار میکنه. علی حیدریان، خود تاجیک، مقابلش مجتبی حیدرپور هست. عادل اسدی و افشین صادقی نقشه بر زمین کرد. علیرضا دادوند رو مجتبی حیدرپور. آقای مصطفی پاک عقیده رو ملاحظه میکنید، داور کرمانی این دیدار به همراه کوبل خودش آقای مهندس ساعدی. محل وقوع خطا از پشت قوس 9 متر. بازی رو آغاز میکنن قرمز پوشان گیتی پسند با یک یار کمتر. بازیکنان تیم فولاد مبارکه سپاهان بازی رو پی خواهند گرفت. تاجیک اعلام تاکتیک میکنه. شریفی بر روی نیمکت آقای کیوان صادقی نشسته و آقای مجید رحیم‌زاده مرتب صحبت میکنه با شاگردان خودش در تیم فولاد مبارکه سپاهان. با یک یار کمتر بازی میکنن طلای پوشان در مقابل گیتی پسند. تغییر منطقی بازی به سمت رفعت‌نیا. خود رفعت‌نیا توپ از دستای تاجیک خارج میشه. مهدی شریفی و علی حیدریان. خود علی خطای وحید مسعودی. اعلام بازی غیر فعال شده از سوی داوران. چهره علی حیدریان رو ملاحظه میکنید. خود علی حتما عملکرد فوق‌العاده و بی‌نظیر این بازیکن 17 ساله تیم گیتی پسند در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا در تابستان امسال در بحرین رو به خاطر دارید. این بازیکن 17 ساله در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا شاگرد سرمربی تیم مقابل یعنی مجید رحیمی زاده بود. همین چهره که در اون رقابت‌ها در بازی مقابل کره جنوبی از 14 شوتی که به سمت دروازه چشم‌بادومی‌ها شلیک کرد 12 گل رو به ثمر رسوند. علی حیدریان از پشت قوس 9 متر بازی با پاس مهدی شریفی و شلیک حسین. همین چهره حسین حیدریان پیگیری میشه در حالی که 5 دقیقه و 33 ثانیه از بازی رو در نیمه نخست پشت سر گذاشتیم. مالکیت توپ با شهاب صادق زاده. افشین صادقی بازیکن فصل گذشته تیم الفیل. چهره کیوان صادقی رو ملاحظه میکنید، ملی پوش سالهای نچندان دور تیم ملی کشورمون. افشین صادقی امیری است که در گوش چپ قرار گرفته برای تیم فولاد مبارکه سپاهان. موقعیت حمله با محمد کیانی. در این سمت شهاب صادق زاده. عادل اسدی رو صاحب موقعیت میکنه. با خطای حسین حیدریان هست که متوقف میشه. دست به جیب میشه آقای ساعدی و حسین حیدریان رو با کارت زرد جریمه میکنه. محل وقوع خطا رو یادآوری میکنه آقای عقیده به عادل اسدی. کیوان صادقی مرتب صحبت میکنه بازیکن خودش. شهاب صادق زاده، پرواز بلنده شهاب صادق زاده و یه ضربه. سعی داشت که از پاور پلی بازیکنان فولاد مبارکی سپاهان
و دروازه خالی استفاده کنه علیرضا دادوند که موفق نمیشه که گل رو به ثمر برسونه. حساب کار 4-3. جدال تماشایی بین قرمزپوشان گیتی پسند و فولاد مبارکه سپاهان را از ورزشگاه شهید عبدالله میثمی اصفهان ملاحظه می‌فرمایید. تا به اینجای کار که حدود 7 دقیقه از نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم، بازی جذاب و تماشایی از آب در اومده این دیدار. شهاب صادق زاده، علی صادقانی هست که در این لحظات وارد زمین شده. شلیک سنگین از بغل راست تیم فولاد مبارکه سپاهان. وحید مسعودی ضد حمله برای جوانان گیتی پسند. حاجی مرادی، در این سمت حمیدرضا تاجیک، خود تاجیک، عادل اسدی. تعلیق 2 دقیقه یا در انتظار عادل اسدی خواهد بود یا خیر؟ بازی رو آروم میکنه در این چنه. برخورد عادل اسدی و تاجیک رو ملاحظه کردید. دست جیب شد آقای ساعدی. عذرخواهی میکنه از داور این دیدار عادل اسدی و میپذیره که در این صحنه بر روی تاجیک مرتکب خطا شده. در پایین تصویر آقای مجید رحیمی‌زاده رو ملاحظه میکنید. آقای رحیمی‌زاده سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمون هم هستش که به همراه این تیم بعد از 15 سال سهمیه رقابت جهانی رو کسب کرد. عنوان نایب قهرمانی آسیا برای تیم ملی نوجوانان ایران حاصل تلاش این مربی بود که در بحرین به دست اومد. چهره محمد کیانی رو ملاحظه کردید. موقعیت حمله با مهدی شریفی، در مقابلش وحید مسعودی. یه شلیک تماشایی از این چهره. علی حیدریان با بینی آسیب دیده در درون زمین حضور داره. وحید مسعودی حمله میکنه به سمت دروازه تیم گیتی پسند. ضد حمله برای علی حیدریان. علی حیدریان و گل برای علی حیدریان. چی کار میکنه علی حیدریان در این لحظات؟ بازی رو به تساوی میکشونه برای تیم گیتی پسند. حساب کار 5-5. این چهره علی حیدریان به همراه برادر دوقلوش حسین در زمین حضور دارن. هر دو برادر 17 ساله از شهر ارومیه در ترکیب تیم گیتی پسند. 8 دقیقه و 25 ثانیه. بازی در اوج هیجان و جذابیت با تساوی 5-5. جدال بین تیم اول و پنجم لیگ برتر هندبال ایران رو از طریق شبکه ورزش سیما ملاحظه میکنید. افشین صادقی، خود افشین بازی رو آروم میکنه. شهاب صادق زاده، کیوان صادقی معتقد است که بازی غیر فعال صورت گرفته از بازیکنان تیم سپاهان. عادل اسدی، گل ششم برای فولاد مبارکه سپاهان. این چهره عادل اسدی، خط‌زن کهنه‌کار تیم فولاد مبارکه. اعلام خطا بر روی رفعت نیا هست. بله، رفعت نیا از گوش راست جدا شده بود، ضد حمله کرد. در این صحنه با خطا متوقف شد. 9 دقیقه و 9 ثانیه از نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار 6-5 به سود تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان. مهدی شریفی، خود مهدی تاجیک رو صاحب توپ میکنه. خود تاجیک مشتبه درپور، کاپیتان تیم ملی کشورمون، با تسلط بر روی حرکت تاجیک. شما در حالی که صحنه به ثمر رسیدن گل رو توسط علی حیدریان ملاحظه میکنید. در این سمت هم عادل اسدی بود که جبران کرد گلی که علی حیدریان به ثمر رسونده بود. رفعت نیا با شریفی کار میکنه. در این سمت حمیدرضا تاجیک، خود تاجیک تو از دستاش خارج میشه. آقای پاک عقیده معتقد است که افشین صادقی مرتکب خطا شده. صحنه وقوع خطا بر روی تاجیک توسط افشین صادقی رو ملاحظه کردید. علیرضا دادوند، در مقابلش افشین صادقی. علی حیدریان، اعلام بازی غیر فعال از سوی بازیکنان تیم گیتی پسند. کول داوری از استان کرمان، اعلام بازی غیر فعال. زمان زیادی برای شلیک به سمت دروازه سپاهان ندارند. 10 دقیقه و 10 ثانیه از نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار 6-5 به سود فولاد مبارکه سپاهان. شما صحنه وقوع خطا بر روی شریفی توسط وحید مسعودی رو ملاحظه می‌کنید. بازی رو آروم میکنن شاگردان کیوان صادقی در تیم گیتی پسند. مرتب صحبت میکنه کیوان صادقی با بازیکنان خودش. مهدی شریفی عادل اسدی رو در مقابل داره. از لحاظ فیزیکی برتری محسوسی دارن بازیکنان فولاد مبارکه در فاز تدافعی. علی حیدریان در مقابلش عادل اسدی تلاش میکنه که از این سد آهنین عبور کنه، موفق نمیشه علی حیدریان.
بازی غیر فعال برای بازیکنان گیتی پسند. خود علی پاس میده به مهدی شریفی در کمار ناباوری محمد سیاوشی. انتظارشون نداشت که با یه شوت زیر دروازه‌اش باز بشه. بازی به تساوی کشیده میشه برای تیم سپاهان و گیتی پسند در عدد 6 در حالی که 11 دقیقه و 11 ثانیه است. نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. بازی جذاب و تماشایی از آب در اومده این دیدار. یه شلیک تماشایی از افشین صادقی بغل چپ تیم ملی کشورمون و باشگاه فولاد مبارکی سپاهان که فصل گذشته رو در لیگ کویت حضور داشت. اعلام خطا میشه بر روی علیرضا دادوند بازیکن فصل گذشته تیم صنعت مس کرمان. مهدی شریفی اعلام تاکتیک میکنه برای تیم گیتی پسند. حساب کار 7-6 اختلاف یک گله و شکننده به سود تیم فولاد مبارکی سپاهان. اعلام تاکتیک از سوی مهدی شریفی. مشتبه هیدرپور جدا میشه به سمت حمیدرضا تاجیک. به نظر میسه که قصد داره فضا رو از تاجیک بگیره که با یه فینت سعی داشت عبور کنه از مشتبه هیدرپور که مشتبه متوقف کرد حمیدرضا تاجیک رو. ملاحظه میکنید 12 دقیقه و 8 ثانیه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. حساب کار 7-6. حاصل این خطا بر روی تاجیک پرتاب 7 متر است برای مهدی شریفی و بازیکنان گیتی پسند. ببینیم آیا بازی رو به تساوی میکشونه یا خیر. در مقابلش محمد سیاوشی. بله مهدی شریفی موفق میشه گل هفتم و تساوی بخش رو به ثمر برسونه برای تیم گیتی پسند. بازیکنان فولاد مبارک سپاهان قطعا تصورش رو نمی‌کردن که بازی گره بخوره در این دقایق. در این لحظات شهاب صادق زاده است که در پست پخش قرار گرفته. در ابتدای بازی هم عرض کردم خدمتتون کامیار طاهری پخش تیم سپاهان به علت معصومیت در زمین حضور نداره. عادل اسدی قصد داشت که توپ افشین صادقی رو به سمت دروازه جواد صادقی هدایت کنه که موفق نمیشه. جهت استحضار شما عزیزان جواد صادقی هم در رقابت‌های قهرمانی هندبال سالی آسیا به همراه تیم ملی کشورمون با هدایت سید حسن افتخاری عنوان قهرمانی آسیا رو کسب کرد. در رقابت‌های قهرمانی جهان در یونان عنوان نهم دنیا رو کسب میکنه. در این صحنه گل رو دریافت میکنه از وحید مسعودی. حساب کار 8-7 در حالی که 13 دقیقه و 30 ثانیه از نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. بازی با سوت آقای مهندس ساعدی متوقف میشه. بازی رو آروم میکنن بازیکن تیم گیتی پسند. آقای صادقی اعلام تاکتیک میکنه بازیکنان خودش. ببینیم چه تاکتیکی مد نظر آقای کیوان صادقی هست در این لحظات. خود مهدی در این هم با علی حیدریان به نظر میرسه اگر به همین سبک و سیاق بازی رو ادامه بده علی به عنوان گلزدترین بازیکن این دیدار انتخاب بشه. حساب کار رو به تساوی کشوند علی حیدریان در عدد 8 در حالی که 14 دقیقه و 14 ثانیه است. نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. پس باشه قصه نومد عادل اسدی با شهاب صادق زاده. نبود پخش تیم فولاد مبارکی سپاهان به خوبی در این تیم حس میشه و در این لحظات شهاب صادق زاده است که در پست پخش قرار گرفت. علی صادقانی شماره 17 تیم گیتی پسند جدا شده از خط دفاعی با یک دفاع 5-1. ببین آیا مانع از هجوم تیم فولاد مبارک سپاهان میشن یا خیر. ملاحظه میکنید که دو بازیکن یعنی صادقانی و تاجیک جدا شدند از دیواره دفاعی گیتی پسند. شلیک افشین صادقی رای پیدا نمیکنه به سمت دروازه گیتی پسند. حمیدرضا تاجیک خود تاجیک برتری گیتی پسند رو در این لحظات ملاحظه میکنید. برای اولین بار است که پیشی میگیرند بعد از اون دو گلی که جلو افتاده بودن در دقایق نخست و بازی به تساوی کشیده شد. سپاهان جلو افتاد و باز هم جلو میافتند بازیکن تیم گیتی پسند. در اوایل بازی ملاحظه کردید که با 2 گل پیشی گرفته بودن بازیکن تیم گیتی پسند از فولاد مبارک سپاهان. عادل اسدی با وحید مسعودی. افشین صادقی بازی رو به تساوی در عدد 9 میکشونه در حالی که 15 دقیقه و 35 ثانیه از نیمه نخست رو پشت سر گذاشتیم. تساوی در عدد 9 برای دو تیم گیتی پسند و فولاد مبارک سپاهان. تاجیک
با مهدی شریفی. علی حیدریان در حالی که 16 دقیقه از نیمه نخست بازی رو پشت سر گذاشتیم، تساوی در عدد 9 برای دو تیم گیتی پسند و فولاد مبارکه سپاهان. موقعیت حمله با قرمز پوشان گیتی پسند. دروازه سعید برهانی رو هم باز میکنه مهدی شریفی، به جای محمد سیاوشی وارد زمین شده بود. شهاب صادق زاده ملاحظه میکنه، اجازه نمیدن شادی بازیکنان گیتی پسند بیشتر از 10 ثانیه به درازا بکشه. بازیکنان فولاد اعلام خطای گام های اضافه است. رفعت نیا تعلیق 2 دقیقه برای بازیکن خاطی علی حیدریان که مانع از شروع مجدد بازی شده بود. علاقه‌مندان به هندبال حتما استحضار دارن، بازیکنی که مانع از شروع مجدد